خونه ما آش رشته گرما و سرما نداره، همه عاشقشیم. آش رشته هامون هم باید پرملات باشه. تعریف از خودم نباشه، آش رشته هام خیلی خوشمزه میشه. پیشنهاد میکنم این مدلی شما هم امتحانش کنید. نخود و لوبیا چیتی رو از شب قبل خیسش کنید، با آب و زردچوبه بذارید بپزه. وقتی نیم پز شد، یعنی 80% پخته شد، عدس رو اضافه کنید و بذارید بپزه. خوشمزگی آش رشته به پیاز داغ زیادشه. عطر پیاز بلند شد، زردچوبه بزنید، روغن رو اضافه کنید، یه کوچولو آب جوش هم بزنید. اینجوری پیاز داغتون کاراملی میشه، روغن کمتری هم مصرف میکنه. حبوبات که پخت، پیاز داغ اضافه کنید، بذارید یه جوش بخوره. بعد از اون سبزی آشو اضافه میکنید و میذارید سبزیتون بپزه. سبزیجات که پخت تو همون تابه پیاز داغ نعنا داغ درست کنید، اینجوری عطر بهتری میگیره. با یک کم کشک به آشتون اضافه کنید. آخر کار هم رشته رو به آشتون اضافه کنید. یکی کم رشته دوست داره، یکی پر رشته که کاملا سلیقه‌ایه. درش رو ببندید تا 10 دقیقه رشته کامل بپزه. نمک فلفل آش هم حتما اندازه کنید و درست کنید.